داری چیکار میکنی؟ اینا چیه؟ با تو هم مثل مامانت یاد گرفتی هر وقت با حرف میزنم خودتو بزنی به کری؟ نه خودمو نمیزنم به کری، دلم نمیخواد خر فرزم کنی. من کی همچین کاری کردم؟ همین الان. اینا چیه؟ من بعد از تو بپرسم اینا چیه؟ زیر سر پسر است نه؟ دیده چیزی بهش نمیماسه میخواد بزنه زیر میز. تو چرا باور میکنی؟ کاش حداقل این بار رو به هم راستش میگفتی. من نمیدونم مامان این قضیه رو نمیدونه نمیدونه، خیلی هم برام فرق نمیکنه، ولی من بدبخت همیشه فکر میکردم بابای من زیر این همه فشار هیچی نمیگه، لابد به خاطر منه، به خاطر دخترشه. ولی نه، جناب عالی داشت تمام این مدت فکر میکردی ببینی پولای شرکت رو چجوری بکش بالا. صبر کن میگی و میری. واسه جواب تو بشنو. فرض محال همه غلطایی که گفتی درست باشه. من اگه بالا کشیدم حق خودم رو بالا کشیدم که دیگران بالا نکشن. حالا روز مادرتو ببینی میفهمی. فداکار یه جوری کشیدی بالا پولای شرکت رو که این شرکت دیگه سر پا نمیشه، خیالت راحت.